در شهر خوجند مسابقه شهری اوید با فوتبال بین نورسان بخشیده به گرامیداشت خاطری مربی فوتبال کارمند شایسته ورزش تاجیکستان احمد جان باباجانوف برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با تشبث مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 شهر خوجند برگزار شد، 8 دسته از مکتب‌های ورزشی مرکزی ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. این چهاربینی ورزشی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته، فوتبالبازان دسته‌های کروتانی برس و خوجند در این مسابقه مهارت بلند نشان دادند و صاحب جای‌های نمایان شدند. با غالبان اشتراکچیان مسابقه مدال افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 شهر خوجند تقدیم کرده شد. قید گردید که احمد جان باباجانوف یکی از مربیان بود که برای رشد و عمومیت فوتبال و تربیت نسل نورس در شهر خوجند سهم ارزنده گذاشته است و این مسابقه همه ساله با گرامیداشت خاطری او بین کودکان و نورسان گذرانیده خواهد شد. در شریلانکا چمپیونات آسیا اوید با بوکس برگزار گردید. در چمپیونات مذکور از کشور ما 23 نفر اشتراک نموده با 3 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنجی به وطن برگشتند. 5 نفر مجدانهای ولایت سوخت نیز در هیئت تیم منتخب کشور شامل بودند که با گرفتن 1 مدال نقره و 3 برنجی مشرف گردیدند. چمپیونات آسیا در سطح بالام برگزار گردید که در آنجا 4 ورزشکار از ولایت سوخت سزاوار جای نمایان شد. در آینده با نقشه‌های دیگر داریم که 12 ایول سال جاری مسابقه بین‌المللی در شهر خوجند استادیوم سپارتاک برگزار می‌گردد که ما در آنجا هم تیاری می‌بینیم. ماه نوامبر چمپیونات جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد که ما در آن چمپیونات هم تیاری خوب دیده در آنجا هم سزاوار جای اول میشیم. ورزشکاران پرتجربه ولایت سوخت مهراج صوفیجانوف در وزن 51 کیلوگرم در چمپیونات مذکور صاحب مدال نقره گردید. موین خواجه مومینوف در وزن 48 کیلوگرم، مراد اشورالیوف در وزن 71 کیلوگرم و محرمه تاشخوجیeva در وزن 70 کیلوگرم با گرفتن مدال‌های برنجی سزاوار شدند. در چمپیونات آسیا مدال برنج آوردم. چمپیونات خیلی در سطح بلند گذشت. دو رقابت گذراندم. آمادگی خیلی درست بود. در دوشنبه بار گذاشتیم در ناحیه 8 خوجند مشق کردیم. کوشش میکنم بسیارتر مشق کنم و در همین مسابقه آسیا چمپیونات جهان باید جای یکم رو گیرم. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در مرکز ولایت سوخت رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و فدراسیون بوکس ولایت استقبال نموده به این دستاورد تبریک و مبارکباد گفتند. قید کرده شد که نتیجه توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به ورزش است که ورزشکاران کشوری ما در مسابقه‌های با نفوذ به دستاوردهای ارزنده مشرف گردیده ایستادند. ذکر گردید که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای رشد و عمومیت ورزش تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. با اشتراکچیان چمپیونات آسیا تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و فدراسیون بوکس ولایت در فضای تنتنه تقدیم کرده شدند.